فرمود عبدالکریم اگه یه هفته من امام زمان و نبینی حالت چطوریه؟ مگر محضر امام میشه تعارف کرد؟ برگشتی نگاه کرد آقا جان یه هفته نبینمت میمیرم. فرمود عبدالکریم میدونم میمیری، هر هفته بهت سر میزنم. چی میخوای بگی؟ راز خوب میخوام بگم حق با تو بود گر به دلت مهر مرد نبود. من کی برات بیقرار شدم، من کی اصرار پیدا کردم به نبودم، من کی شب و روزم به تو گره خورد تو به من نگاه نکردی. تا گره به زندگیم افتاد شروع کردم یادم افتاد آقا دارم صاحب دارم. تا مشکلم حل شد جوری رفتم انگار نه انگار من در این خونه روزی میخورم. حق با تو بود گر به دلت مهر من نبود. یوسف که پای بند زلیخا نمیشود.